بر بینندگان، تو این درس افعال کمکی و مدال رو داریم. در کل افعال کمکی تو زبان انگلیسی این 3 تا هستن: انجام دادن، در واقع بودن، انجام دادن و داشتن، که هم میتونن به صورت فعل غیر کمکی و هم کمکی به کار برن. مثلا تو این 2 تا مثال فعل بودن رو به صورت غیر کمکی داریم، یعنی خودش فعل اصلی هستش. من اهل انگلیسم، اونا اینجا بودن. اینجا هم فرمای کمکی فعل بودن رو داریم، یعنی از زمان حال فعل بودن، اینجا زمان حال فعل بودن هستش، میشه در ساخت پرزنت پروگرسیو کمک گرفت. تو از زمان گذشته فعل بودن، اینجا گذشته شو داریم در ساخت پاست پروگرسیو. خب این بالا من در حال خوندن کتاب نیستم و این پایین هم من در حال گیم بازی کردن نبودم. خب اینا این زمان حال، زمان گذشته فعل بودن. خب اینجا هم همینطور میتونیم از فعل بودن در ساخت پاسیو هم استفاده کنیم که باید اینجور باشه. در ساخت پاسیو باید از فعل بودن کمک بگیریم. خب مثلا این بالا یک خونه ساخته میشه، یک خونه ساخته شد، یک خونه ساخته خواهد شد. در مورد فعل انجام دادن هم به همین شکل، این فعل انجام دادنه. خب این 2 تا مثلا فرمای غیر کمکی هن که دو خودش فعل اصلی هستش. من تکلیفم رو انجام میدم، او تکلیفش رو انجام داد. خب حالا اگه بخوایم همین جمله های بالا رو سوالی یا منفی کنیم، ببینین اینجا در اون صورت باید دوباره از یه دو، خب اینجا اول شخص، اگه سوم شخص رو هم داشتیم داس بود، اینجا ببینین یه دو اومده، دوباره باید کمک بگیریم. اینجا هم که زمان گذشته هست باید از دید کمک بگیریم. در مورد هم به همین شکل هم میتونه به صورت غیر کمکی بیاد. مثلا من یه گیتار جدید دارم، من یه گیتار جدید ندارم. آیا من یه گیتار جدید دارم؟ می‌بینید اینجا فعل غیر کمکی این دو هستش که به هر حال تو این موردهای منفی و سوالی در واقع سازنده هستش و اینجا هم خودش میتونه به عنوان فعل کمکی بیاد و این زمان ها رو بسازه. ببینین این 3 تا زمان رو و که خب وقتی به عنوان فعل کمکی میاد تو این دو مورد اولی اینجا خودش میتونه هم با نات بیاد و جمله منفی بسازه و هم میتونه قبل از فاعل بیاد و جمله سوالی بسازه. ولی اینجا این پایین فیچر پرفکت، اینجا ویل هستش که در واقع نقش ساخت جمله منفی، ببینین اینجا ویل هستش که نقش رو بازی میکنه هم برای جمله سوالی و هم منفی و هم فقط اومده که فیچر پرفکت بودن رو نشون بده. خب اینها هم فعلای مدال هستن، توانستن، باید، خواستن، اجازه داشتن که خودشون میتونن جمله سوالی و منفی بسازن. در مورد این ویل باید بگم که خب این رو میتونیم به عنوان یه فعل کمکی هم ببینیم چون زمان آینده رو باش میشه ساخت فیچر. و خب افعال مدال رو همیشه میتونیم تو سیمپل پرزنت به کار ببریم و گذشتهشون رو تو سیمپل پاست، ولی برای بقیه زمان ها باید از فرم های جانشین مثل این 2 تا استفاده کنیم و شکل
افعال مدال برای تمامی اشخاص در زمان در واقع برای تمامی اشخاص یکسان و اینطور نیست که ببینید اینجا سوم شخص. فعلا این جدول های صرف رو ما در زمان سیمپل پرزنت داریم. من میتونم، شما میتونی، او میتونه، یا مثلا من باید، شما باید و غیره، که خب همونطور که میبینین در سوم شخص مفرد هم اینا برعکس بقیه افعال که خب در سیمپل پرزنت سوم شخص مفردشون باید فعل اس بگیره، اینجا اس نمیگیرن اینا. خب این پایین هم یه نکته راجب اینجا راجب فعل مدال کن داریم که خب فرم مثبتش نرماله مثل فعلای مدال دیگه است. من میتونم آواز بخونم، شما میتونی آواز بخونی، ولی خب فرم منفیش با فعلهای مدال دیگه فرق میکنه. اینجا باید نات به کن بچسبه و اگه هم بخوایم میتونیم ان و او رو حذف کنیم و به جاش آپاستروف بیاریم. خب این فرم های جانشین رو بالا داشتیم، to be able to، to be allowed to. مثلا وقتی که یه فعل مدال مثل کن رو میخوایم تو جمله بیاریم، خب در سیمپل پرزنت هم میتونیم کن رو بیاریم، از کن استفاده کنیم و هم از این فرم های جانشین to be able to و یا to be allowed to، که خب زمانی که این دوتا رو میاریم در اون صورت باید این بی فعل بودن بر حسب فاعل صرف بشه و این توی اول ببینیم این تو این نشونه مصدره که این باید حذف بشه، ولی این توی دوم باید آورده بشه. خب این جمله هایی که اینا همشون یه معنی رو میدن. من میتونم فوتبال بازی کنم. اینجا هم در واقع سیمپل پاس، فرمای سیمپل پاس گذشته رو داریم که کن به کود تبدیل میشه در زمان گذشته. خب وقتی که فعل مدال دیگه به شکل گذشته میاد دیگه، اون فعل اصلی همیشه شکل نرمال خودش رو حفظ میکنه که فعل ها همیشه به شکل زمان حال به صورت نرمال همیشه آورده میشن. و خب مگر اینکه خب اگر این فعل مدال رو اینجا نداشتیم میخواستیم به شکل گذشته، در اون صورت باید به این پلی به شکل گذشته صرف میشد. و اینجا هم میبینیم که فعل بودن به شکل گذشته صرف شده ولی برای بقیه زمان ها آینده present perfect past perfect دیگه نمیتونیم از کن و کود استفاده کنیم. و تو این دوتا زمان مثلا بهتره که تونستن رو با to be able to بسازیم که اینجا have، ببینید اینجا have فعل کمکی هستش و بی باید به بین تبدیل بشه که پرفکت بودن رو نشون بده. برای ویل فیچر هم میتونیم هم از to be able to و هم از to be allowed to استفاده کنیم که دیگه اینجا چون ویل رو داریم بی صرف نمیشه و اینجا همون جاییه که ویل یه خاصیت کمکی مدال داره. در مورد این going to فیچر هم اینطوریه که تونستن رو بهتره که با to be able to نشون بدیم و که تو این شرایط توی مصدری هم باید آورده بشه. در مورد فعل باید ماست هم اینطوریه که فقط تو
زمان سیمپل پرزنت میتونیم ازش استفاده کنیم و در بقیه زمانها باید از این تو have to استفاده کنیم که خب در خود همین زمان سیمپل پرزنت هم میتونیم از این have to استفاده کنیم. این هم حد گذشته have هستش و اینجا داریم من باید فوتبال بازی کنم. اگه must رو اینجا با not بیاریم معنی اجازه نداشتن رو میده که در این شرایط فرم جانشین، ببینید این فرم جانشینه، این هم بقیه زمان هاست که دیگه اینها رو باید رو با to be allowed to بیان کنیم و اگر هم بخوایم بگیم که من نباید فوتبال بازی کنم، در اون صورت باید از to need to یا to have to استفاده کنیم که خب not هم باید همیشه آورده بشه. همونطور هم که میبینین برای منفی کردن با to need to و to have to همیشه به فعل کمکی دو نیاز داریم. اینجا هم دید گذشته دو هستش. این پایین هم که ویل رو داریم، خودش ویل مدال کمکی هستش و فقط در این سیمپل پرزنت میتونیم هم استثناءً نید رو بدون نیاز به فعل کمکی با نات بیاریم. ساختن جمله سوالی هم به این شکله که فقط در سیمپل پرزنت میتونیم از ماست استفاده کنیم، آیا او باید فوتبال بازی کنه، و یا هم میتونیم در سیمپل پرزنت از فرمای جانشین با تو نیتو تو افتو استفاده کنیم که خب برای ساختن جمله سوالی حتما به دو داز نیاز داریم و اینجا چون سوم شخص مفرد رو داریم خب داز رو داریم. اینجا هم گذشته با دید جمله سوالی فعل در واقع دو به دید تبدیل شده. اینجا هم که ویل رو داریم، خب دیگه ویل خودش همه کار است. خب اینجا هم میرسیم به کاربرد افعال مدال که مورد اول هم کن هستش و مثل تو فارسی، یعنی مورد اول هستش مثل تو فارسی میتونیم از کن برای بیان توانایی استفاده کنیم که تو این شرایط میشه هم به جای کن میتونیم از to be able to هم استفاده کنیم. من میتونم انگلیسی صحبت کنم. معنی دیگه ای که کن میتونه داشته باشه در واقع این هستش، اینجا باید درست مشخص بشه به این شکل، یعنی معنی دیگهش اجازه گرفتنه که تو این شرایط میتونیم از to be allowed to هم استفاده کنیم. آیا میتونم به سینما برم؟ اینجا داریم اما allowed to the cinema، آیا میتونم به سینما برم؟ همینطور مثل تو فارسی میتونیم از کن برای تقاضا یا خواهش و همینطور پیشنهاد هم استفاده کنیم. میتونید یه لحظه صبر کنید و اینجا هم داریم من میتونم ماشینم رو تا فردا به شما قرض بدم. خب اینجا هم کود رو داریم که گذشته کن هستش. خب اینجا بیان توانایی در گذشته رو داریم و اینجا هم اجازه ای رو که در گذشته بوده. خب این بالا من میتونستم انگلیسی صحبت کنم و این پایین هم من اجازه داشتم به سینما برم یا هم من میتونستم به سینما برم. به هر حال تونستن هر دو معنی رو میده این کود یا کن. خب با کود میتونیم هم یه خواهش یا تقاضای مؤدبانه رو بیان کنیم. این بالا که کن رو داشتیم این در واقع یه خواهش یا تقاضای نرمال بود، ولی این پایین با کود میتونیم مؤدبانه تر از بالا اون خواهش یا تقاضامون رو بیان کنیم که خب اینجا داریم
آیا میتونید لطفا یه لحظه صبر کنید که خب تو ترجمه فارسی به هر حال هر زبانی فرهنگ خودشو داره. اگه بخوایم دقیق مثل این کلماتی که اینجا به وجود داره ترجمه کنیم نمیشه فرقی بین این دو حالت دید. خب اینجا هم پیشنهاد مؤدبانه رو داریم. بالا پیشنهاد اینجا با کن پیشنهاد نرمال رو داشتیم، ولی اینجا پیشنهاد مؤدبانه رو داریم. من میتونم ماشینم رو تا فردا به شما قرض بدم و اینجا هم یه در واقع خاصیت بیشتر از کن رو داره، یعنی اینکه میتونیم با کد یه احتمال یا امکان رو هم بیان کنیم. میتونه در مونتانا خیلی داغ باشه. خب این یه احتماله. خب مورد بعدی هم می هستش که میتونیم با این می یه احتمال رو بیان کنیم. احتمال داره بارون بیاد. مورد بعدی هم اینجا اجازه گرفتنه که اینجا میتونیم به جای می از to be allowed to هم استفاده کنیم. آیا اجازه دارم به سینما برم؟ و اینجا هم پیشنهاد مؤدبانه رو داریم. اینجا در واقع آیا میتونم به شما کمک کنم؟ اینجا هم مایک رو داریم که گذشته می هستش و خب دو تا کاربرد داره. یکی اینه یعنی بیان امکان و احتمال، ولی خب بیان امکان و احتمال با می قوی تره. مایت امکان و احتمال ضعیف رو نشون میده. همینطور اینجا پیشنهاد رو داریم، ولی خب این پیشنهاد برعکس بالا با شک و تردیده و پیشنهاد کننده از رو تعارف پیشنهاد میکنه. یعنی در واقع نه از رو تعارف، در واقع مطمئن نیست که آیا فرد مورد نظر واقعا به کمک نیاز داره یا نه. خب اینجا هم ماست رو داریم که از ماست میتونیم برای بیان اجبار و لزوم استفاده کنیم. من باید امروز به سوپرمارکت برم. میتونیم هم احتمال رو بیان کنیم. شما باید خسته باشید، یعنی احتمالاً باید خسته باشید. و مورد بعدی هم در واقع پند و نصیحت یا پیشنهاد ضروریه. شما باید فیلم جدید با براد پیت رو ببینی. این براد پیت هستش. خب مورد بعدی هم ماسنات و میناته که هر جفتشون برای بیان ممنوعیت به کار میرن، ولی خب ماسنات قوی تر از مینات هستش. شما نباید با کامپیوتر بابا کار کنی. اینجا هم شل رو داریم که برای بیان پیشنهاد به کار میره. آیا من باید کیف شما رو حمل کنم؟ شوت هم گذشته شله که خب موارد کاربردش این دوتا هستن. یعنی خب میتونیم ازش برای بیان پند و نصیحت و همینطور وظیفه استفاده کنیم. خب این بالا داریم شما باید تو هوای بد با احتیاط رانندگی کنی و این پایین شما باید چراغ رو خاموش کنی وقتی اتاق رو ترک میکنی. خب این اوت تو یا اوت هم بیان میکنه دقیقا مثل همون شوت هستش، ولی خب تأکیدی تر و اجباری تره. این تأکیدی تر و اجباری تر از شوت هستش. نید تو هم بیان میکنه که ضرورتی در کار نیست. مثلا اینجا داریم من لازم نیست به سوپرمارکت برم، ما امشب به رستوران میریم. خب اینجا هم ویل رو داریم که یکی از موارد استفادهش در بیان آرزو یا درخواست و یا دستوره که این مورد کاربردش مثل وود در واقع اگه بخوایم این جمله اینجوری رو بسازیم با وود میشه خیلی این جمله ها رو مؤدبانه تر ساخت. خب مثلا اینجا آیا لطفا در رو
میبندید یا آیا لطفا میخواید در رو ببندید. به هر حال ترجمه های فارسی و فرم انگلیسی نباید مثل هم باشن، چون هر مملکتی فرهنگ خودش رو داره که چجوری اون یه جمله رو میفهمن. خب اینجا هم حدس و پیش بینی رو داریم. مثلا خب اینجا من فکر میکنم میخواد جمعه بارون بیاد. اینجا هم قول دادن رو داریم، من میخوام سیگار کشیدن رو متوقف کنم یا من میخوام دیگه سیگار نکشم، که خب حالا فرم های ترجمه مختلف داریم. و اینجا هم که البته این مورد زیاد جالبی نیست، یعنی زیاد همچین سخت نیست یا کلیدی نیست، که حالا اینجا اومده وقتی مثلا یکی سوال کنه که آیا کسی میتونه من رو به ایسکا ببره و بعد هم بگه آی ویل، این نشون میده که تصمیم ناگهانی بوده. خب عادت یا ویژگی شخصیتی رو هم میشه با ویل بیان کرد. او عجیب غریبه، ساعت ها میشینه بدون اینکه صحبت کنه. خب توی همچین شرایطی ببینین یه همچین پیش زمینه های هم لازمه که او عجیب غریبه یه همچین کاری رو میکنه اون زمانی که بخوایم شخصیت یا عادت و ویژگی یکی رو بیان کنیم. چون اگه این جمله تنها بیاد به هر حال این معنی رو میده که اون میخواد مثلا ساعت ها بشینه و بدون اینکه صحبت کنه. خب وود هم مورد آخر هستش که درخواست آرزوی مؤدبانه تر از ویل رو میشه باش بیان کرد. همینطور هم عادت یا ویژگی شخصیتی که مربوط به گذشته هستن. مثلا اینجا داریم بعضی وقتا برای من چند تا گل می آورد، که خب اینجا هم مبحث تموم میشه و خداحافظ.